اورهان یعنی چراغ، آیدین یعنی روشنایی. در طول این سالهایی که گذشته بیشترین نامه‌ای که گرفتم از خوانندگان سمفونی این بوده که آقای معروفی، حالا یا زن یا مرد یا دختر یا پسر، آقای معروفی من هم یه آیدینم. ولی یه جایی آقای گلشیدی اومد توی خارج از کشور یه مطلب نوشت، در واقع نقدی است به تمام رمان‌های ایران و میگه توی سمفونی مردگان معروفی میگه که برادر بازاری برادر شاعر را کشت. جامعه‌ای که میاد شاعر خودش رو میکشه، جامعه‌ای که میاد نویسنده‌ش رو فراری میده، جامعه‌ای که یا نظام یا هر چی در واقع این داره بلا سر خودش میاره. یه جمله‌ای هست پدر بزرگم همیشه میگفت آدم هر کاری میکنه به خودش میکنه. وقتی یک جامعه، یک نظام میاد شاعرش رو میکشه، در واقع داره به قلب خودش شلیک میکنه.